وای موبایلم. نه، هنوز به من شک نکرده، فقط کمی کنجکاو شده. چیزی جا مانده بود؟ بلی، موبایلم. همه این اتفاقها از روزی شروع شد که انار آمد. هنوز به آن عکس فکر می‌کنی؟ هنوز به آن عکس فکر می‌کنی؟ نه، دیگر به عکس فکر نمی‌کنم. به کسی فکر می‌کنم که آن را فرستاد. چرا تا امروز چیزی نگفتی؟ می‌ترسیدم اگر اشتباه کرده باشم، زندگی خود ما خراب شود. از امروز هر دو با هم حقیقت را پیدا می‌کنیم. بادام. فکر کنم دوربین قدیمی هنوز کار می‌کند. بگذار ببینم. دستبند؟ پس مه راست میگفتم. گفتی کار مهم است؟ چرا؟ اگر بگویم باور می‌کنی؟ اول حقیقت را بگو. هنوز وقتش نیست. گفتم احساساتی نشوی. من دیگر ادامه نمی‌دهم. دیر شده. اگر عقب بکشی همه چیز را میگویم. سالها پیش انار از بادام خواستگاری کرده بود، اما بادام اصلاً خبر نداشت. خانواده‌ها مخالفت کردند. بعد انار بدون خداحافظی رفت. پس بادام هیچ وقت دلش با او نبود؟ نه دخترم، هیچ وقت. من فقط می‌خواستم یک بار بادام بدانند دوستش داشتم، اما همه چیز اشتباه شد. چی بود؟ بس است. همه چیز را میگویم. من عاشق بادام بودم، اما هیچ وقت جرأت نکردم بگویم. وقتی فهمیدم ازدواج کرده خواستم فقط بین شما فاصله بندازم. اما بعد یک نفر از این ضعف استفاده کرد. همان مرد داخل موتر؟ بله. خیانت کردی. دیگر نمیترسم. صبر کن. ببخشید. همه این دردها از اشتباه من شروع شد. اما هنوز میتونی جبران کنی. بازی تازه شروع شده. نه خیر. چیزی شده. انار کجا میرود؟ آرام باش. ما فقط باید داخل شویم. قرار ما فقط جدا کردنشون بود، نه اعتراف کردن. مه دیگر ادامه نمیدهم. فرار کرد. این پرونده شرکت قبلی مه است. یعنی او از سالها پیش تو را زیر نظر داشت؟ سالها پیش تو باعث اخراج یک نفر شدی. من؟ نه از روی قصد، اما او زندگیش را از دست رفته می‌دانست. اگر حقیقت را می‌خواهی تنها بیا. بادام کجا میره؟ باید دنبالش برم. بعد از 10 سال بالاخره همدیگر را دیدیم. تو پیاز؟ آره منم. انتظار نداشتی؟ تو دشمن من نبودی، اما یک تصمیم تو تمام زندگی مرا خراب کرد. بعد از اخراج همسر و دخترم مرا ترک کردند. وقتی فهمیدم خوشبخت شده ای نتوانستم تحمل کنم. تو گفتی فقط میترسانیم، نه اینکه زندگیشان را نابود کنیم. انتقام همیشه از یک دروغ کوچیک شروع می شود. بعد از اخراج همسر و دخترم مرا ترک کردند. وقتی فهمیدم خوشبخت شده ای نتوانستم تحمل کنم. تو گفتی فقط میترسانیم، نه اینکه زندگیشان را نابود کنیم. انتقام همیشه از یک دروغ کوچیک شروع می شود. دیگر کسی را قربانی نمی کنم. کنار برو. نه، دست نگه دار. پلیس، دست ها بالا. بازی تمام شد. اگر بتوانید مرا ببخشید.
بخشیدن فراموش کردن نیست، اما شاید شروع یک زندگی تازه باشد. بله.